الحمدلله ما و شما دو رکعت نماز خودم در اینجا خواندیم و آل بخیر حرکت میکنیم میریم بخیر و کجا در طرف کوی صف. قسمت سعی وقتی که حاجی صاحب میخواد سعی بین صفا و مروه بکنه، طبعا وقتی که از بیت الله شریف مثلا دمو قسمت آخری که ما گفتیم که 7 طواف کرد و بالاخره از در قسمت حجر الاسود همینجا شوط هفتمیش خلاص شد، طوافش خلاص شد، باز اینجا یک راگک رفته که در این را داخل میشه نشست به طرف صفا. صفا یک تپگک است، یک تپه هست. این تپه هم به منزل زیر جای داره، هم منزل اول است، دوم است. مقصد اینجا وقتی که به سر صفا میره، در اینجا وقتی که رسیدن چی شروع میشه؟ اینجا هم 7 مرتبه سعی بین صفا و مروه میشه. منتها اینجا یک نقطه در یادتان باشه که در صفا و مروه که از مثل طواف بیت الله شریف وارن نیست. در صفا و مروه که است یک رفتن از صفا، متوجه هستین؟ مجای شما از صفا حرکت کردین و میخواین که به مروه برین، این از این قسمت این تو که وقتی که حرکت میکنین تا قسمت اینی دو تا میلین اخضرین میگن. میلای اخضرین چی را میگن؟ دو تا ستون آبی هستن و آل فعلا گروپا نصب است اونجا در اینجا آبی هستن. در بین ازیا باز حاجیایی که مرد هستن چی میکنن؟ در اینجا یک قسم حرکت این به شکل اینا حرکت میکنن بین اینی بین دو میل است. منتها از صفا که شما حرکت کردین تا مروه رسیدین، اینمی یک شوط حساب میشه در بین سعی بین صفا و مروه، یعنی رفتن از صفا تا مروه یک حساب میشه. بله تو نیست که مثلا بگی باید این یک دوره بزنین تا اینجا پس به صفا بیاین، مثل که در حج از حجر الاسود حرکت میکنید در بیت الله شریف تا اینجا. نه، برعکس ازی فرق قضیه میقدر است که اینمی رفتن از صفا شروع میکنین و این میشه نیت چیزتان شروع میشه بخیر از جبل صفا، از این تپه شروع میشه و بالاخره میاین تا مروه. در مروه که رسیدین از پشت سر از این چیز ستون است، از پشت سر اینجا حرکت میکنه. اینجا که رسیدین به حساب یک شوطتان پوره شد. دومی از مروه شروع میشه تا صفا کمدین به حساب دو شد. با سوم که از صفا شروع کردین، سوم شروع میشه تا مروه 3. بعد از مروه که حرکت کردین شروع کردین، چهارمی شروع میشه تا صفا 5. باز وقتی که از چیز باز که از صفا شروع میکنین، پنجم شروع میشه تا مروه. باز از مروه باز شروع میکنین، ششم شروع میشه از مروه، باز میان تا به صفا و هفتمیش از صفا شروع میشه و در مروه ختم میشه. و در این قسمت مروه اینی قسمت است که باز جایی است که آجی صاحبا باز بسیاریش نمیشه نزدیک همیشه حلق میکنه. بعضی کسا از همیشه میبره اونجا میره سلمانی هستن و در اونجا مویای خود چی میکنن؟ قصر میکنن. در این قسمتی که مردا گفتیم پهلوانی باید بکنن در این فاصله معین که فعلا باشه آقا مشخص شده، خانم‌ها باید چیکار بکنن؟ خانم‌ها برای خانم‌ها نیست، تنها برای مردا هست. بله فقط بعض خانم‌ها کار میکنن، این غلط است. برای بیبی حاجی صاحبا نرمال حرکت میکنن، تنها برای مردا هست. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حاجی صاحبای محترم، ما شما بخیر حرکت کردیم، طرف کوی صفا میریم و دمی کوی صفا است ما و شما بالا میشیم. اینجا تقریبا 2-3 منزل از هر کدامش که برای ما و شما راحت تر بود. اون منزل که بیروبار زیاد نباشد اونجا میریم. بر در و دیوارها آیت توحید بینم، بر در و دیوارها آسمان. حاجی صاحبای محترم، حالا که در اینجا ما شما در منطقه کوی صفا هستیم، در آغاز شوط اول که نال ما شما اینجا هستیم، مستحب است اول که ما روی خود به طرف قبله بکنیم و حمد الله را بگوییم، الحمدلله تکبیر بگوییم، دیگه بگوییم که لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده و حزم الاحزاب وحده. دعا میکنیم و دستای خود بلند میکنیم. اینمی ذکر دعا را تقریبا 3 مرتبه ما شما انجام میدیم. الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. دیگه بعد از اینا رو دعا میکنیم، هر کس خودش دعا میکنه و دستای خود بلند میکنیم و حرکت میکنیم بخیر به طرف مروه. در آغاز شوط اول میگیم که امیر خوانده میشه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الرحمن الرحیم. خب آج صاحبای محترم، حالا ما شما بخیر حرکت کردیم طرف کوه صفا میریم و دمی کوه صفا کس ما شما بالا میشیم. اینجا تقریبا 2-3 منزل از هر کدامش که برای ما شما راحت تر بود. اون منزل که بیروبار زیاد نباشد اونجا بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آسمان. آج صاحبای محترم، حالا که در اینجا ما شما در منطقه کوه صفا هستیم دیگه اینا پایان میشیم و به طرف مروه حرکت میکنیم. آج صاحبای محترم، در بین صفا و مروه کدام دعای مخصوص نیست، یعنی هر کسی میتونه که باز دعا بکنه، ذکر بکنه و تلاوت بکنه. این می قسم شما دعا میکنیم و ذکر و تلاوت میکنیم تا ای که برسیم به اون چراغ‌های سبز. توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آسمان ها کهکشان ها. آج صاحبای محترم، ما و شما رسیدیم به پیش چراغ‌های سبز. اینی چراغا رو شما میبینین، از اینی چراغ‌های سبز. از اینجا ما و شما چی میگیریم؟ سابق میلین اخضرین میگفتن. در بین ازیا حاجی صاحبا باید چی کنن؟ تیسیز را برن. حالا ما و شما اینجا تیسیز میریم، اما بی حاجیا باید به شکل عادی حرکت بکنن. توحید بینم بر در و دیوارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها آیت توحید بینم بر در و دیوار. بعد از که از این چراغ سبز تیر شدیم، حرکت خدا عادی انجام میتیم. دمی راه تا که میرسیم به کوه صفا، ذکر و دعا و تلاوت قرآن این میاره باید ما صاحب بکنیم که غریبی ما که خواریم پاک خدایا دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا که غریبی ما که خواریم پاک خدایا دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا دستا ډیر شکر گزاریم پاک خدایا یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم امتی د پاک نبی آخر زمان یم امتی د پاک نبی آخر زمان یم زر زادر نبا. آج صاحبای محترم، ما و شما فعلا در کوه مروه رسیدیم. حال که در کوه مروه رسیدیم، حال اینجا بالای می تپه یا کوه مروه است. اینجا امو تمام چیزهایی که ما شما در صفا میکردیم، حمد و تکبیر و امو لا اله الا الله و الله اکبر یا کلش چیزهایی که میخوانیم، تنها ان الصفا و المروه را نمیخوانیم، چون که آیت شریف تنها در شبت اول خوانده میشه. دیگه باقی مانده امو حمد و تکبیر و
تسبیحات و چیزایی که قبلا بود که در کوه صفا میخواندیم ایره میخوانیم. این ما و شما که حال در مروه رسیدیم، در حقیقت از صفا حرکت کردیم و در مروه رسیدیم. این ما و شما یک شوط ما خلاص شد. این حال از مروه حرکت میکنیم و میریم به طرف کوه صفا. این حال شوط دوم شروع میشه تا به اونجا میریم و به این شکل تسبیحات، دعاها، ذکر، تلاوت قرآن یا می باشه. کوشش کن حاجی صاحبا وضو داشته باشن. در بین میلین اخضرین حاجی صاحبا باز هم ما شما متوجه باشیم به جایی که این گروپ های آبی هست، باز هم حاجی صاحبا به سرعت کمی حرکت بکنن و بی حاجی ها به شکل عادی و نرمال خود حرکت میکنن. که غریبی ما و که خواریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا. که غریبی ما و که خواریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا. یم خوشحال چې د پیدا از مسلمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم، امتی د پاک نبی آخر زمان یم. زر زادر نبار بار یم پاک خدایا، دستا دیر شکر گزاریم پاک خدایا. اینال از صفا تا مروه یک شوط، از مروه تا صفا دو شوط، از صفا تا مروه 3، از مروه تا صفا 4، از صفا تا مروه 5، از مروه تا صفا 6 و از صفا تا مروه 7. در مروه هفتمین شوط ختم میشه. آقای صاحبای محترم، وقتی که ما و شما 7 شوط خلاص کردیم، آل ما و شما حرکت میکنیم. اگر آقای صاحبایی که میتونن در راه سلمانی هست در اینجا موهای خود یا قصر میکنن یا حلق میکنن، موهای خود کم بکنن به اندازه یک سر انگشت از اون بیخ موی خود. اینه به قدر انبله میگن، انبله اما سر انگشت است، به می اندازه موی خود کم بکنن. حالا آقای صاحبا حرکت میکنن و بعد از اینکه میرین و موهایتان کم میکنین از احرام ختم میشین و شما میتونین که باز در جریان عادی حج فرضی باز در جریان عادی باشین و در جریان عادی مثل انسان‌های عادی دیگه باز با حلق یا قصر دیگه از احرام خارج میشیم و ما میتونیم که لباسهای خود نرمال بپوشیم و در هتل‌های خود تا روز ترویه به شکل نرمال زندگی بکنیم. تو خودت سر تا تیار کرده بودی که سر از اون چیز میکنی؟ سر خودت تیار کردی؟ ها؟ خودت؟ اینال تو که سر از اون تیار میکنی گوش کو؟ اینال سر تو خود دم گشت. اینال تو خودت سر تا نگرفتی که حق نداشتی که باید از این میکردی. کسی میتونه سر کسی حلق کنه؟ مولوی صاحب چطور هست این مسئله؟ مولوی سر از این سر اندیوال خدا گرفته چیز میکنه؟ و خودش هیچ سرش خدا که چیز نکرده. حکمش چیسته؟ دم میگیره. اینال 5000 روپیه باید یک دانه گوسفند بخری. کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بسم الله الرحمن الرحیم. آجی صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آجی صاحبای محترم و بیبی حاجی صاحبای محترمه، ما و شما وقتی که از عمره خلاص شدیم و آل فعلا برای چند روز در مکه مکرمه هستیم در داخل امی هتل، از این فرصت ها استفاده کرده و روزهای خود در طاعت و عبادت و تعلیم بسیاری از احکام سپری میکنیم. حج اصلی فرضی به تاریخ 9 ذوالحجه که او را روز یوم ترویه میگن دمو آغاز میشن و تا او روز ما و شما تقریبا چند روز وقت داریم که در این روزا ما میخوایم که ما و شما باید 4 چیز انجام بدیم.
اول چیزی که است برای خود تقسیم اوقات 24 ساعته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان شاء الله ما براتان بیان میکنم و به شکل تحریری و همچنان از طریق لاسپیکرها براتان در داخل هتل براتان بیان میکنم که کوشش کنین که بشنوین و این اوراق بخوانین. ان شاء الله تعالی شما میتونین که در جریان روزایی که در اینجا هستین 24 ساعته تقسیم اوقات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشین و از این خاطر هر مسلمان، هر حاجی صاحب باید مطابق امو سنت و روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 24 ساعته که زندگی میکنه در هر لحظه از او باید به طریق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی بکنه که ما ان شاء الله تعالی خدمت شما تقدیم خواهد کردم. دومین نقطه ای است که برای یاد گرفتن بعضی از احکام و جاهای مقدسی که در اونجا باز حج فرضی ادا میشه اونا رو براتون تشریح میکنم که ما و شما بخیر میریم به طرف منا، میریم به طرف مزدلفه، میریم به طرف عرفات و میریم جاهایی که مثلا جمرات زده میشه تا ای که قبل از ای که ما و شما باز روز حج فرضی شروع شود این احکام از را بفهمیم. سومین نقطه بعضی جاهایی هست که شامل حج نیستن. در جریان روزها اگر کسی میخواد به شکل تاریخی اونا را ببینن او دیدنش لکن او عبادت نیست. مثلا رفتن به غار حرا، رفتن به کوه ثور، جبل نور اینجا اگر حاجی صاحبا خودشان علاقمند باشن میخوان اینجا را ببینن اما شامل مراسم و احکام حج نیستن. یعنی رفتن به اینجا ضروری نیست. کسی که اگر عماتو بدل خود میخواد بره دلش غیر از او شامل احکام حج نمیشه که باید ما و شما بفهمیم. چهارمین نقطه مسئله بدعت های حج است که باید حاجی صاحبای محترم ما خدمت شما باز تشریح میکنم که چی چیزها در حج بدعت هستند که حاجی صاحبای محترم از این بدعت ها که بسیار گناه داره و تاثیر منفی بالای حج ما میکنه یا را بشناسیم و از اینا خودداری بکنیم. خب حاجی صاحبای محترم امروز نوبت از این است که ما و شما بخیر حرکت بکنیم و میریم به طرف منا و به طرف امو ساحه عرفات و میریم به می شکل به طرف مزدلفه و ساحه جمرات. اینی جای را ان شاء الله امروز ما و شما میبینیم. حاجی صاحبای محترم که علاقمند باشن که ایره یاد بگیرن امرای ما بیاین و برشان تشریح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حجاج محترم بعد از اینکه حاجی صاحبایی که حج تمتع میکنن چون اکثرا حجاج افغانستان حج تمتع میکنن شما خو تا این قسمت رسیدین که عمره کردین و بعد از عمره شما متع یا تمتع کردین که یعنی لباسای عادیتون پوشیدین. اینال حاجی صاحبا در روز 8 ذوالحجه که مراسم بخیر شروع میشه در این روز از امو هتل دوباره احرام خود بسته میکنن. وقتی که احرام بسته کردن حرکت میکنن به طرف منا و اینمی سرکی که است حال فعلا ما شارع عزیزیه میگن. اینمی سرک است که حجاج محترم به طرف منا میرن و طبعا حجاج محترم تلبیه گویان تلبیه میگن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. اینمی تلبیه را گفته میرن و تمامشان حرکت میکنن به طرف منا که ما و شما آیسته آیسته نزدیک میشیم به طرف منا. آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها. اصلا مراسم فرضی حج از همین تاریخ 8 ذوالحجه که اگر در افغانستان همین تاریخ خوب دقیق متوجه شوین به این خود عادت بتین باز مشکل براتون پیدا نمیشه و ما هم میخوایم که این مراسم به حساب تاریخ براتون بگوییم. این منطقه ریل که نو جور شده آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیار ها، آیت توحید بینم بر در و دیوار ها، آیت توحید بینم بر در و دیوار ها. الله 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 الله
الله الله لا اله الا الله. این منطقه منا هست که بازار اینجا خیمه ها زده میشن و حمام ها به خاطر حاجی هست. این حمام های جدید است، تشناب هستن که برای حاجی هست و اینمی سایه اونجا چی نشه کرده؟ اتجاه القبله است. خواه اینجا تو جای نشان نداده که بعد المنا بعد المنا هست. بعد المنا ما تیر شدیم. خواه همونجا خب منا پیشتر. یعنی مقصد ما فعلا حال در ساحه منا هستیم نه؟ حاجی ها شب در منا تیر میکردن و اینمی تیر کردن شب در منا که است یکی از واجبات حج است که باید تا طلوع آفتاب اینجا باشه. مجرد که آفتاب طلوع میکنن باز حرکت میکنن به طرف عرفه. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها. آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله. لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله. الحي القيوم يا سبحان. بعد از اینکه حاجی ها شب در منا تیر کردن و طلوع آفتاب شد باز حجاج حرکت میکردن به طرف عرفات. لکن بعضی اوقات فکرتان باشه صاحبای محترم به خاطر ازدحام زیاد است احیانا تا آخر شب نمیمونن حاجی را 12 بجه شب مثلا حرکت میکنن به طرف عرفات. توحید بینم بر در و دیوارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها. آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله. لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله. الحي القيوم يا سبحان الله. الله 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 الله. کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی. کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی. جز خدای حی سبحان کس کند این کارها. جز خدای حی سبحان کس کند این کارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. آیت توحید بینم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در ساحه عرفات نماز که خوانده میشه نماز که حجاج نماز پیشین و دیگره
جمع قصر و تقدیم. متوجه باشین در کجا میشه؟ در مسجد نمیره میشه. مسجد نمیره. حالا ما شما میریم به طرف مسجد نمیره. ببینین در مسجد نمیره 3 کلمه اینجا فکرتان باشه: جمع، قصر و تقدیم. چی معنی جمع قصر؟ اول 2 نماز با هم جمع میشه. صحیح؟ 2 نماز با هم جمع میشه. و قصر به خاطر از اینکه مسافرانه خوانده میشه. و تقدیم به خاطر از اینکه نماز پیشین دیگر تقدیم میشه در وقت نماز پیشین خوانده میشه. یعنی هر 2 نماز جمع میشه.